اختتامیه جشنواره زجر رو دیدین؟ احتمالاً واسهتون سوال شده که چرا هرچی سیمرغ و جایزه بود رفت تو جیب اونایی که درباره مدافعان بشار اسد و سوریه و عراق و لبنان فیلم سفارشی ساخته بودن. الان عرض میکنم خدمتتون. اون یارو عینکیه موسفیده با یه نموره تحریش که تو هیئت داوران بود رو دیدین؟ همون آره. اون اسمش حسن خجسته است. کیه؟ برادرزن رهبر موقت. یعنی تو این مملکت قحطی داورای سینماست، فلزا رفتن به رهبر موقت گفتن که برادرزنت رو بفرست بیاد برامون داوری سینمایی کنه. سلام علیکم حاج آقا. راستش ما دوچار قحطی رجال شدیم، یه سری مسئولین رده بالا لازم داشتیم، گفتیم برسیم خدمتتون، از راهنمایی‌های شما استفاده کنیم. الانم یه نفر رو واسه داوری جشنواره فجر کم داریم. شما کی رو پیشنهاد میکنی؟ بنده یه نفر رو سراغ دارم که خیلی اهل سینماست. هر شب یکی از فیلم‌های بروسلی را تماشا میکنه و عاشق آمیتاب بچانه. البته ایشون برادرزن مقام عظمای رهبری هم هستند که خب خیلی مناسب هستن، به اسم حسن خجسته. بله، دستون درد نکنه. حاج آقا ما یه نفر رو هم برای هیئت رسیدگی به تخلفات وزارت نفت احتیاج داریم. شما کسی رو سراغ دارین؟ بنده یک نفر رو سراغ دارم که اتفاقا خیلی هم به بشکه نفت و گازوئیل علاقه‌مندن. البته ایشون برادر مقام عظما هستن که خب خیلی هم مناسبه، به اسم حسن خامنه‌ای. خدا خیرتون بده. برای خبرگان رهبری هم یه نفر رو کم داریم. کسی رو سراغ دارین؟ بله، بنده یک نفر رو سراغ دارم که اتفاقا خیلی هم از خبرگان خوشش میاد. هر شب یه دونه از خبرگان را میبره خونش و تا صبح باهاش دود و دمی میزنه. البته ایشون پدرزن پسر مقام عظما هستن که خب خیلی هم مناسبه، به اسم خرازی. وای دستون درد نکنه. حاج آقا ببخشید، کس دیگه هم از اقوام و خویشاوندان مقام عظما مونده که خدایی نکرده بیکار باشن؟ اگه هست بگینا، تعارف نکنین تو رو خدا. ما بدجوری تو وضعیت قحطی رجال گیر کردیم.